با نام خدای توانا. سلام، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. دوستان عزیز، امروز ما رفتیم به یکی از مسجدهای جامعه شهری لیموژ فرانسه و بریم با هم این مسجد را و این برنامه را از نزدیک با همدیگر تماشا کنیم. دوستان عزیز، ما نصیب باشه اومدیم به یکی از مسجدهای مرکزی شهر لیموژ و ما می‌خوایم که نماز پیشین اینجا بخونیم. و شما یک دفعه نمود ظاهری مسجد رو ببینید، این هم از بیرون. و میریم ان شاء الله داخلش. دوستان عزیز، این هم داخل شدن به مسجد دی مرکزی شهر لیموژ. ببین چقدر زیباست داخل شدنش. دوستان عزیز، چنانچه گفتیم ما در مسجد مرکزی شهر لیموژ قرار داریم و اینم جای نمازخوانی. چون نماز پیشین خواندیم، برادران خواستن که مقصد عکس روشن در چینه. اینم مسجد مرکزی شهر لیموژ و این طرف جای خواهران نماز بخوانن، اینم جای نمازگزاران. دیگه دوستان میریم دیگه سمت های مسجد. اینا ببینید صحن مسجد، این هم صحن مسجد، این هم فوارای مسجد. دوستان عزیز، شما یک دفعه سقف بالا رو ببینید، چه خیلی سقف بالای مسجد. ببینید دوستان عزیز، خیلی زیبا هم است و امروز بارانی بود و هوا سرد است. کمک مسجد فواراش گریان نکرده. این هم ببینید انسان مسجدی مرکزی شهری لیموژ. و دوستان میریم نصیب باشه باز این طبقه اول است. در طبقه اول جای نمازگزارا هست و طبقه دوم مدرسه و سپورتزال و چیزا. اینجا هم جای چی؟ اون طرف هم جای طهارت کردن و دیگر. خب میریم به طرف بالا. راستی او طبقه 0 است یا که 0. طبقه اول اینجا است. یعنی دوستان چه زیباست. خب با ما باشید. شما یک دفعه صحن مسجد ببینید. این هم بلوستری مسجد با شکل آسیایی یا با شکلی و اونجا اصلا نمازگزاری به حساب زل مایده بود. باز میریم به طرف زل کلانی مسجد. دوستان عزیز، میریم به طرف زل کلانی مسجد. ببینید دوستان، ماشاءالله ماشاءالله. این هم مسجدی جامعه یا که مسجد مرکزی شهری لیموژ فرانسه. و این طرف جای خواهرها هست، این طرف هم جای مردم. دوستان عزیز، این هم محراب مسجد. این دروازه بیرون رفتن. شما یک دفعه بینید مسجد. این هم زل کلانی مسجد، خیلی زیبا و با اصول شرقیانه ساخته شده است. و نگفتن اما دوستان در اون طرف هم یک زل دیگه هست، چون نفر زیاد میشه روز جمعه. یک زل دیگه هم اینجا از دپالنیتینی زل الهوگی.
شما ببینید یک دفعه دیگه خیلی زیبا و دیدنی هم هست. مسجد مرکزی شهر لیماژ خیلی زیباست ماشاءالله. دوستان عزیز، چنانچه گفتم در مسجد چندین بخش های دیگر هم هست، از حساب کتابخانه، مدرسه، حساب سپورتزال، جای فیتنس، جای باکس و چیزا. یا متاسفانه اوش بسته هم از چیزی که مثلا هست اینجا ما به نوار میگیریم. اینجا سلام بینید، همه گلای زنده، بهت هوای تازه داره داخل، خیلی هم زیبا هم هست. عزیز این صحن بیرونی مسجد. دوستان اصلا مسجد از دو طبقه عبارت است، طبقه اول و طبقه دوم. چنانچه گفتیم چند بخش ها عبارت است، بخش های مثلا مدرسه، کتابخانه، درس قرآن، جای جای بانوان علایده است، جای مردا علایده است و جای نورسان. و اینجا هم تابلوها و تبلیغات هایی که در مسجد میگذره. اینجا هم صندوق خیریه دیگه. مثلا بخش ها و چیزایی که هست در مسجد خیلی مسجدی زیبا و دیدنی هم هست. اصلا مسجد مرکزی شهری لیماژ اینجا حسابیده می شود و چند مسجد دیگه هم داره شهر لیماژ. یکی کلانترین و مرکز همیه. دوستان عزیز، شما که می‌دونید زال ها، سالن یک، سالن دو، سالن سه یا همش جای درس ها و مدرسه ها و درس قرآن و چیزا می باشن. این دیگه بخش های مسجد این طرف شما جو بودیم همه در اینجا پیدا میشه. دوستان عکس جالب دیگه در مسجد هست. کسانی میخوان که حجامه کنن شد. سلام علیکم. یک برادر هست که نوبت میگیری حجامه میکرده بدسته، خیلی با اصول مسلمانی، با اصول شرقیانه. دوستان ما پرسیدیم حجامه 30 یورو بوده است برای یک شخص. دیگه میتونی که بیای حجامه بگیری در یک سال یک بار یا دو بار. خیلی خوب وابسته به خطه با ارگانیسم هر یک آدم وابسته است. دوستان عزیز، ما راستی گفت در مسجد یک چیز دیگر دیدم، جای کودکان دیدم، یک چیز دیگر جالب دیدم زد. مثلا در تاجیکستان تا 18 سال در مسجد نمیمونن، اینجا فرق نداره. ببینید یک دولتی مثلا غیر مسلمانی است اما شرط و شرایطش آزاد است. هر کس میتونه درس بخونه، هر کس میتونه مسجد بیاد، مثلا مدرسه بیاد، درس قرآن بخونه، دیگه کنه. و همون خاطر دوستان از یک دفعه ببینین خیلی چیز جالب و دیدنی و برای هر یک فرد مسلمان یک چیزی مقدس است. ببینین دولت برای مردمش چی غمخواری ها میکنه، اما چی بگیرین که دولت فرانسه بدین یگان دین و ادیان است. دولت دموکراتی و چی میگن دنیوی هم است، اتیستی سکولاری مثلا چی است، غیر دینی است. خلاص گپ نه که ارزش های دینی را گفت گپا قائل است و پایمال نمیکنه. این هم بود یکی از معلومات های دیگری مسجدی مرکزی شهری لیماژ. خب دوستان دیگه نمایش ما از مسجد جامع شهری لیماژ به خاتمه یافت و میریم دیگه سمت های شهر، کوچه و خیابان های شهر.